سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یه بخش دیگه از آموزش زبان فنلاندی. گرامری که امروز با هم دیگه یاد میگیریم اسمش کوپت وایتلوه. این گرامر یکی از مهمترین گرامرهاییه که شما تا آخر مسیر یادگیری زبان فنلاندیتون بهش نیاز دارید. من یه مقداری صفحه رو زوم میکنم که راحت‌تر بتونیم ببینیم. بریم بدون توجه به گرامر امروز ببینیم چه اتفاقی برای کلمه ها افتاده. آفریکا، آفریکاستا. تورکو، توروسا. هلسینکی، هلسینگیستا. متوجه شدید؟ انگار بعد از اضافه شدن پسوند یه اتفاقی برای کلمه ها میفته. خب بریم سراغ گرامر امروز. اصلا کوپت وایتلو یعنی چی؟ بیاین اینجوری تصور کنیم که هر کلمه فنلاندی یک آدمه. وقتی که تنهاست خیلی قویه. اما وقتی بهش یه پسوند اضافه میشه بعضی از حروفش کمی ضعیف میشن و میافتن. به این تغییر میگن کوپت وایتلو، یعنی تغییر قدرت بعضی از حروف. فکر میکنم اینجوری خیلی راحت تر تو ذهنتون میشینه. مثلا اینجا رو نگاه کنید. آفریکا. بعد از اینکه بهشون یه پسوند اضافه شد تبدیل شد به آفریکاستا. دوتا کو تبدیل به یک کو شدن. از قوی به ضعیف تبدیل شدن. کنسرتی، کنسرتین. دیدین؟ اینجا بهش پسوند استعا اضافه شده. بذارید درست براتون هایلایت کنم. پسوند استعا اضافه شده. اینجا پسوند SSA اضافه شده. اینجا یه N اضافه شده که اینا باعث میشه که کلمتون از حالت قوی به حالت ضعیف در بیاد. البته باید بهتون بگم که مبحث این گرامر خیلی بیشتر از این چیزاست که توی درس‌های آینده که مربوط به فعل‌ها توی تایپ‌های مختلف هست بیشتر راجبش یاد میگیرید، اما توی این قسمت فقط داره راجب اسم‌ها صحبت میکنه. به طور کلی شما باید این جدول رو به یاد بسپرید برای اینکه بتونید از این قوانین استفاده کنید. جدول سختی نیست، به مرور با تمرین کردن زیاد یادش میگیرید. اصلا نگران این قضیه نباشید. خب بریم تو بخش بعدی. چی گفته؟ تورکو تبدیل شده به توروسا. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ کو کامل حذف شده. تو قسمت بعدی لیپا تبدیل شده به لی و له. بعد از اینکه بهش پسوند اه اضافه شد پی تبدیل به و شد. کاتو، کادولا. تی به دی تبدیل شد. هلسینکی، انکی تبدیل به انگه میشه. هلسینگیسا. هولانتی، هولانین. انتی به ان تبدیل شده. رومپو به رومون تبدیل شده. حواستون باشه اینا فقط یه پسوند هستن. N SSA LLA. ایلتا به ایلالا تبدیل شده. الته به یه دونه ال تبدیل میشه و پارتا به پاران. آرتی به آر تبدیل شده. آسون بود مگه نه؟ اما باید حواستون باشه یه جاهای کوپته کار نمیکنه تو یه سری از کلمات خاص، یا اینکه یه سری از ترکیب حروف رو فکر نکنید که اونا هم شامل کوپته میشه. معمولا حروفی که دانش آموزا خیلی ممکنه اشتباه بگیرن با حروف اصلی کوپته این حروفه: هو، کو، اسکو، استه، تکو. مثلا تو کلمه پستی هیچ مدل کوپته ای ایجاد نمیشه و شما فقط پسوند رو بهش اضافه میکنید و خود کلمه رو به صورت کامل میارید. پستیستا. یا توی ماتکا، ماتکالا. یه مورد دیگه هم هست که شامل کوپته نمیشه وقتی که دو تا حروف صدادار پشت هم در پایان کلمه وجود داره. مثلا واپا، دو تا حروف صدادار پشت هم هستش، اینجا کوپته انجام نمیشه، میشه واپاسا. یا کیتیو، اینجا هم کوپته انجام نمیشه چون دو تا حروف صدادار پشت هم دیگه هستش، پس میشه کیتیوسا. تو صفحه بعدی با هم دیگه یه سری مثالا رو تمرین میکنیم که باعث میشه که بیشتر تو ذهنتون بمونه. بریم پایین تر ببینیم چی داره. خب اینجا این شخص اومده خودش رو معرفی کرده که شامل تغییر کوپته هم میشه. گفته هی مینا آلن یاپ. آسون هولانیستا، اوروپاستا. دیدید اینجا
و اینجا شامل تغییر کوپته بوده. چجوری؟ بریم ببینیم. تبدیل به ان شده. انت به ان تبدیل شده. یا اینجا اوروپاسا 2 تا پی تبدیل به یه پ شده. برای تمرین بیشتر کوپته وایتلو شما میتونید به تمرین 5 و 6 همین درس مراجعه کنید. یه عالمه مثال‌های مختلفی وجود داره که ما الان با هم دیگه یکی دو تاشو حل می‌کنیم. بقیه‌اش شما میتونید توی وقت آزادتون تمرین کنید و حلش کنید. برای مثال کو به علاوه LLA اینجا کلمه چجوری تغییر میکنه؟ میشه ویکولا 2 تا کو طبق جدول کوپته این 2 تا کو به 1 کو تبدیل میشن. یا مثلا کاپی به علاوه پسوند ان اینجا چه اتفاقی میفته؟ میشه کاپین 2 تا پی تبدیل به 1 پی میشه. ایسلانتی به علاوه استعا میشه ایسلان نیستا. انتی به ان تبدیل میشه. آپو به علاوه LLA اینجا پی به و تبدیل میشه. آوولا. تمرین بعدی هم دقیقا شبیه تمرین بالاییه. شما و کلمات رو با توجه به کوپته وایتلو تغییرشون بدید. مثلا لامپو به علاوه SSA که دوباره همون پی تبدیل به یه دونه پ میشه لامپوستا. یا اگه بخوایم یه چیز متفاوتی رو پیدا کنیم مثلا کرتا چه اتفاقی براش میفته؟ میشه کرالا. آرتی به آر تبدیل میشه. امیدوارم این گرامر رو کامل متوجه شده باشید، ولی همچنان اگه سوالی داشتید حتما ازم بپرسید. بریم ببینیم تو صفحه بعدی چه چیزی در انتظارمونه. توی این قسمت راجع به صرف کردن فعل‌های زبان فنلاندی صحبت شده. اما باید توجه داشته باشید که صرف کردن فعل‌ها به زبان فنلاندی فقط به همین نیم صفحه ختم نمیشه، بلکه یه دنیای خیلی بزرگیه که کم کم توی درس‌های آینده با هم دیگه یاد میگیریم. توی این قسمت اومده فعل پوهوا رو صرف کرده. پوهوا یعنی صحبت کردن. حالا چجوری این کار رو انجام داده؟ شما وقتی فعل رو میبینی، فعل پوهوا رو میبینی که حالا جلوتر وقتی وارد دنیای فعل ها میشیم متوجه میشیم که این فعل تایپ 1 هستش و فرمولای خاص خودش رو داره. ولی الان برای اینکه خیلی ساده تر یادش بگیریم حرف آ رو از آخر این فعل حذف میکنیم و برای اینکه بگیم من صحبت کردم به جای آ یه ان اضافه میکنیم، میشه مینا پوهون. من صحبت کردم. وقتی میخوای بگی تو صحبت کردی سینا پوهود. به جای ان از تی استفاده میکنیم. تو صحبت کردی. یه نکته مهمی که وجود داره تو قسمت هن یا سته که میشه او، شما حرف آخر اون فعل رو دوباره تکرارش میکنی. هن پوهو او صحبت کرد. م پوهمه ما صحبت کردیم. ای ت پوهوته شما صحبت کردید. ه یا نه پوهووات آنها صحبت کردند. حالا فعل بعدی کیسوا یعنی پرسیدن. دقیقا همین قانونی که توی پوهوا استفاده کردیم رو هم اینجا استفاده میکنیم. ا رو حذف میکنیم از آخر فعل و بعد بهش اندینگ های ان، تی، حرف آخر خود فعل، ای، ت، وت یا وات بسته به خود کلمه اضافه میکنیم که میشه من پرسیدم، تو پرسیدی، او پرسید، ما پرسیدیم، شما پرسیدید، آنها پرسیدند. به طور کلی شما اگر این جدول رو به خاطر بسپارید صرف کردن فعلا براتون مثل آب خوردن میشه. البته اصلا نگران نباشید، شما با تمرین و تکرار زیاد به صورت ناخودآگاه متوجه میشید که کجا باید کدوم یک از این
اندینگ ها رو توی فعلتون استفاده کنید و به چه معنی هستش. اینجا آمده براتون به زبان محاوره‌ای یا پوهکیلی که شما وقتی وارد یه جمع فنلاندیا بشید متوجه میشید که چقدر علاقه زیادی دارن که همه کلمات رو کوتاه‌تر و مختصرتر بیان کنن. برای مثال مینه تبدیل به م میشه مپوهون، سینه میشه سپوهوت، هن سه میشه سپوهو. اینجا یه نکته وجود داره، به جای اینکه بگیم م پوهومه میگیم م پوهوتان. اینجا اندینگش فرق میکنه، حواستون باشه حتما. ت پوهوت دقیقا شبیه مدل نوشتنشونه. ه یا ن پوهووات که اینجا دوباره شبیه سوم شخص فعلش، پوهو نه پوهو. تو قسمت بعدی راجع به منفی کردن همین فعل ها اومده صحبت کرده. چجوری میتونیم بگیم من صحبت نمی کنم؟ شما میای فعل اصلی رو که میشه پوهون که میشه من صحبت میکنم یا همون صحبت میکنم رو میاری ان آخرش رو حذف میکنی میشه پوهو و بعد قبل از این پوهو که فعل اصلیتونه ان میاری ان پوهو، یعنی من صحبت نمی کنم. یا مینه ان پوهو من صحبت نمی کنم. نوشتن مینه سینه مته خیلی آپشناله، یعنی شما میتونید توی نوشتنتون بیاریدش یا صحبت کردنتون میتونید هم حذفش کنید، فقط بگید ان پوهو که میشه صحبت نمی کنم. بعد از اینکه فعل اول رو درست کردید بقیه کارتون آسونه. کافیه قبل این فعل اصلی از ات، ای، ام، ات، ایوت استفاده کنید و همون فعل اصلی رو بیارید که میشه صحبت نمی کنم، صحبت نمی کنی، صحبت نمی کند، صحبت نمی کنیم، صحبت نمی کنید شما به صورت جمع، صحبت نمی کنند آنها. پس قبل از فعل اصلی از ان، ات، ای، ام، ات، ایوت استفاده میکنی و بعد فعلتون منفی میشه. دوباره اینجا قسمت پوهکیلی هستش که یه مقداری فرق میکنه با زبان نوشتارشون. م ان پوهو، س ات پوهو، س ای پوهو، م ای پوهو تا، ت ات پوهو، ن ای پوهو. برای تمرین بیشتر این دوتا گرامر هم حتما سراغ تمرینای این درس برید که یه کمک خیلی بزرگی بهتون میکنه برای راحت‌تر متوجه شدن و تمرین بیشتر. بریم ببینیم قسمت بعدی چی داره برامون. توی این قسمت راجع به کلمات پرسشی اومده صحبت کرده، اینکه چجوری میتونی بپرسی تو کی هستی، دانش آموزی یا نه. من یه ویدیوی کاملی راجع به کلمات پرسشی دارم که براتون لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم و میتونید بعداً بهش مراجعه کنید و یه دور نگاش کنید. اما بیایم بریم ببینیم اینجا چی داره برامون. کیسیموس یعنی سوال. کوکاسینا اولت یعنی تو کی هستی؟ اولن ماری من ماریم. اولت کوسینا اوپیسکلیا آیا دانش آموز هستی؟ اولن آره هستم. ان اوله نه من دانش آموز نیستم، نه نیستم. توی این قسمت اومده تعداد بیشتری از کلمات سوالی رو براتون لیست کرده. بریم ببینیم دونه دونه معنیشون چیه و چجوری میشه ازشون استفاده کرد. کوکا، کوکا یعنی کی، کدام. میگیم که کوکا سینهالت تو کی هستی؟ مینهالن اولگا من اولگا ام. وقتی میخوای بپرسی که امروز چه روزیه از میکه استفاده میکنی. میکه پی و تنانون. میکه کیل تسینا پوهود به چه زبانی صحبت میکنی؟ میلوین کورسی اون کلاس کیه؟ مین که مالاینن پدرو اون پدرو اهل کدوم کشوره؟ میسه ته آسوته کجا زندگی میکنید؟ میسته سینه اولت کتویسین اهل کجایی؟ میهین سینه منت کجا میری؟ میکسی ات استا یا تلوه چرا بستنی نخریدی؟ ات استا دقیقا گرامر صفحه قبلی. اینجا منفی کرده تو نخریدی.
کوینکا وانها سینا اولت. چند سالته؟ پس اگه دقت کرده باشید میبینید که فرمول ساختن جمله های سوالی توی زبان فنلاندی تقریبا همشون شبیه همن. شما کلمه پرسشی رو میارید اول جملت، بعدش هم فاعلتون رو میارید و فعلتون که به حالت صرف شده قرار میگیره. کوکا سینا اولت میتکیل تا ته پوهوته. توی این کلمات پرسشی شاید میکا و میتا نظرتون رو به خودش جلب کرده باشه. هر دوتای این کلمه ها به معنای چه هستن، اما برای حالت های مختلف که شما به مرور زمان با یادگیری بیشتر زبان فنلاندی کاملا متوجه تفاوتش میشه. اگه بخوام الان یه حالت کلی رو بهتون بگم، شما برای تفاوتش میتونید به این دقت کنید که میکا برای پرسیدن در مورد یه چیز مشخص، کامل و قابل شمارش یا یه اسم خاص استفاده میشه. مثلا میپرسیم میکا سینون نیمیون، اسم تو چیه؟ یا اینکه میپرسیم میکا تماون. وقتی میپرسیم میکا تماون باید پاسخش یه چیز کامل باشه، مثل این یه ماشینه، تماون آوتو. اما تو حالت میتا بیشتر به شکل پارتیتیوه که شما جلوتر این گرامر رو یاد میگیرید. حالا کی استفاده میشه؟ میتا معمولا برای انجام یک کار یا موادی که غیر قابل شمارش هستن یا جملات منفی و حالت کیفی طور استفاده میشه. مثلا دوباره شما میتونید بپرسید که این چیه؟ میتا تماون. سری پیش پرسیدیم میکا تماون که جوابش یه چیز کامل بود، مثل تماون آوتو یعنی یه ماشینه. اما الان اگه بپرسی میتا تماون، شما توی ذهنت میاد که جوابش یه جنسیه، یه ماده یا یه چیز غیر قابل شمارشه، مثل تماون کاهویا که حالت پارتیتیو هم هستش. یا اگه بخوای بپرسی حالت چطوره، از میتا استفاده میکنی، میتا کولود، چون که جواب دادن این که حالت چطوری حالت کیفیه، حالت کمی نیست. نمیتونی بگی من 10 تا خوبم، من خوبم. حالا بیشتر وارد جزئیاتش نمیشیم چون ممکنه یه خورده گیج کننده باشه، ولی به مرور زمان بهتون قول میدم که کامل متوجه تفاوت این دوتا کلمه پرسشی بشی. و در نهایت صفحه بعدی یه مدل دیگه از ساختار پرسشی رو قراره با هم دیگه یاد بگیریم. کوکوسوموس. اینجا چجوریه؟ شما توی صفحه قبلی یاد گرفتی که با یه سری کلمات پرسشی یه سری سوالای خاصی رو بپرسی، مثل تو کی هستی؟ اهل کجایی؟ به چه زبانی صحبت میکنی؟ اما گاهی اوقات میخوای بپرسی شما فنلاندی هستی؟ شما ایرانی هستی؟ شما انگلیسی صحبت میکنی؟ اون موقع باید چی کار کنیم؟ دقت کنید وقتی میخوایم بگیم تو فنلاندی هستی میگیم سینا اولت سوامالاینن، یعنی تو فنلاندی هستی. اما چجوری میتونیم بپرسیم آیا تو فنلاندی هستی؟ خیلی ساده است. اولت رو میاری اول جمله قرار میدی و یک کو اضافه میکنی. سینا رو میتونی بیاری، میتونی حذف کنید، مهم نیست. و سوامالاینن رو میاری پایین. میشه اولت کو سینا سوامالاینن. آیا تو فنلاندی هستی؟ به همین سادگی. توی تمام قسمت ها همین فرمولا کافی استفاده کنی. هن آسو سومستا. اون توی فنلاند زندگی میکنه. اینجا چجوریه؟ دوباره این آسو رو میاری اینجا اول جملت قرار میدی، کو بهش اضافه میکنی، هن رو میاری این وسط و بعد دقیقاً کلمه آخر سومستا. آسوکو هن سومستا. آیا اون تو فنلاند زندگی میکنه؟ یه مثلا برای جمله های منفی بیاریم، مثلا سینا ات پوهو انگلانتیا، یعنی تو انگلیسی صحبت نمی کنی. چجوری میتونیم بپرسیم آیا تو انگلیسی صحبت نمی کنی؟ خیلی آسون. دقیقاً همون فرمول بالا رو استفاده میکنیم. ات رو میاریم اول جمله قرار میدیم و یه کو بهش اضافه میکنیم. حواستون باشه که اینجا از اوی دوتا نقطه بالا استفاده میکنیم. اتکو سینا، دوباره عین همون جمله رو میاریم پایین. اتکو سینا پوهو انگلانتیا. آیا تو انگلیسی صحبت نمی کنی؟ به همین آسونی. برای جواب دادن به این سوالا هم برای مثال اینجا گفته که آسوتکو سینا هلسینکیستا. آیا تو هلسینکی زندگی می کنی؟ آسون. یا
مینه آسون، بله من اونجا زندگی میکنم، بله من تو هلسینکی زندگی میکنم. یا ان، جواب کوتاه نه. پوهوتکو انگلانتیا، آیا شما انگلیسی صحبت میکنید؟ پوهمه، بله ما انگلیسی صحبت میکنیم، بله ما صحبت میکنیم. یه نکته‌ای که ممکنه به کارتون بیاد اینه که از کجا بفهمیم از کوه ساده باید استفاده کنیم یا کوهی که بالاش نقطه داره. توی درس اول هم راجبش صحبت کردیم، اما میتونید این قانون ساده رو تو ذهنتون داشته باشید که اگه یه کلمه‌ای شامل حروف آ، او و یو باشه معمولاً کو میاد. در غیر این صورت معمولاً اویی که بالاش دوتا نقطه داره استفاده میشه. اما این همه جا صدق نمیکنه. حواستون باشه حتما به گرامر درس 1 رجوع کنید. یه بار دیگه ویدیوشو ببینید چون کامل براتون توضیح دادم که کی از حروف نقطه دار استفاده میشه و کی از حروف بدون نقطه. خب گرامر این درس هم اینجا تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید از ویدیوی امروز. دکمه لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوی بعدی و درس سوم. فعلا خداحافظ.